پاشو پاشو با ما همراه شو، قصه ها داریم پاشو. میلاد باهوشگاهی بازی گوش دوستای خوبی داره، همیشه شاده دوستاشو دوست داره، رو حرف مامان و بابا حرفی نمیاره، همیشه دوست داره بچه خوبی باشه، مهربون باشه. هورا! پاشو پاشو با ما همراه شو، قصه ها داریم پاشو. خرگوش‌های بازیگوش. میلاد و ابرها. ای کاش میتونستم ابرها رو بگیرم. تو هم دوست داری؟ آره، این کار خیلی خوبه. اما هیچ کس نمیتونه ابرها رو بگیره. لااقل ما نمیتونیم. معلومه که میتونیم، نشونت میدم. یه ابر رو میگیرم و قلقلک میدم. اما این غیر ممکنه. ابرها خیلی بالان، تو هم خیلی کوچیکی، دستت نمیرسه. باشه میلاد، دیگه نمیگم خیلی کوچیکی. این فقط یه شوخی بود. چیه؟ لازم نیست بترسی. فقط میخوام این سنگ کوچیک رو پرت کنم سمت ابرا. اما ما اجازه نداریم سنگ پرت کنیم. اگه به کسی نگی هیچ کس نمیفهمه. او صبر کن میلاد، اون چیه تو دستت گرفتی؟ خب من میخواستم سمت ابرا سنگ پرت کنم. اما این کار خیلی خطرناکه. ما نباید به ابر دست بزنیم. ممکنه به خودتون آسیب بزنین. میدونین وقتی بچه بودم منم به آسمون سنگ میزدم و یه روز یکیشون برگشت خورد تو دستم. درد داشت؟ خونم اومد؟ البته، و بعد از اون روز قول دادم که دیگه سنگی پرت نکنم. باشه پدر، منم قول میدم دیگه سنگ پرت نکنم. خوبه میلاد، ما هممون واسه رسیدن به آسمون کوچیکی. خیلی بد شد. خدافظ ابر کوچولو. نه، هنوز یه شانسی داریم. خب ببین چی کار کردی. بهتر شد. توپ نشونمون داد باید چی کار کنیم. منظورت چیه؟ میریم بالای پشت بوم و اون وقت میتونیم. میلاد، رفتن روی پشت بوم ازت بعیده. اگه از اون بالا بیفتی صدمه میبینی. خیلی خوب، بیا پایین. اول سنگ بود، حالا هم پشت بوم. تو خیلی بی ملاحظه ای میلاد. برای دوری از خطر همیشه باید قبل از شروع یه ماجراجویی خوب فکر کنی. 2 بار. نگاه کن، با توپ انداخت پایین. توپ؟ باد؟ الان برمیگردم. فکر کنم خیلی از دستم عصبانی شدم. نه میلاد، پدرت عصبانی نیست. نگاه کنین بچه ها، ببینین چی آوردن. بگیرین، یکی برای هر کدومتون. این بادکنک ها خیلی سبکن، اگه ولشون کنین بادا میبرنشون سمت ابرا. نوبت توه مینا. باشه. وای، ما موفق شدیم. خیلی ممنون پدر. فکر کنم بارون گرفت. آره، ما یه کاری کردیم بارون بگیره. یوهو.